بعد از این بسم الله شروع میکنیم. اولا حدیث ذات و انواط در صحیح بخاری روایت شدگی نیست، در صحیح مسلم هم روایت شدگی نیست، در سنن ترمذی روایت شدگی است. همه اهل سنت و الجماعت اعتقاد دارند که کتاب صحیح یکمینش صحیح بخاری است، دومینش صحیح مسلم است و باقی مانده از کتاب ها سنن ابو داود، سنن ترمذی، سنن النسائی و سنن ابن ماجه و غیره در درونش همه این کتاب ها ضعیف دارد. همه این کتاب ها در درونش ضعیف دارد. صحیح زیادتر است لیکن ضعیف هم هست. اگر حدیث ذات و انواط را امام بخاری روایت میکردن در کتاب صحیح بخاری، ما در بالای این حدیث ذره ضعیف نمیگفتیم، ما میگفتیم دو دست ما بالا است، ما قبول کردیم، تسلیم هستیم. اگر امام مسلم روایت میکردن میگفتیم تمام است، قبول است. لیکن امام بخاری و مسلم روایت نکردن. یکم جواب ما. دیگر محدثین روایت کردن در حالتی که سندش ضعیف است گفتند. قسم دوم، جواب دوم ما انکنون ببینید. سینان ابن ابی سینان این یک آدمی که مجهول است. امام الذهبی در دو جای این سخن را گفتند. از عقیلی امام الذهبی نقل کردند که مجهول است. هم خودی سینان مجهول است، سینان ابن ابی سینان، و هم شاگردش عمر مجهول است. هر دوش علما مجهول الحال گفتند. لیکن امام بخاری نقل کردند. امام بخاری در صحیح بخاری روایت دارند. انا همین اویس جاهل میگوید که امام بخاری در صحیح بخاری از سینان ابن ابی سینان 10 ها روایت کردند. مرحمت تسجیل گوش میکنید. سینان ابن ابی سینان نبو میگذاریم، ولی اون میگه حجت به تکرار کردن حدیث نیست، هست. چون که مردم بفهمن که بسیار گپ دروغ گفتگی رفتگی گذشتگین، یعنی وجه دکشی حدیث بسیار دروغ گفتگی گذشتگین در حق رسول صلی الله علیه و آله در حق تابعین هم اینا مثلا نمیشدم. یک آدمی دلیل آورده است که استاد امام بخاری در کتاب ضعیفش گفتگی میگه ضعیفش گفتگی، و زابی میگه قیلی تو عقل نداری، میگه تو کی میگه استاد امام بخاری در کتاب ضعیف همون انسان دلیل آورده است که سنن ابن ابی سینان ضعیف هم میگه. این یک مسئله. و دی مسئله اینه که نیو که من چون سینون کسی که علم دارن اونو میفهمن. یعنی که حدیث سینون ابن ابی سینان نمی روی که ضعیفش گفته است، حدیثش در صحیح بخاری هم هست، در صحیح مسلم هم هست. این حدیث دیگره و حدیث دیگره. من همین حدیث را قبل داشتم. سینون ابن ابی سینان ضعیف گفته است این انسان. من دلیل میارم از صحیح بخاری و مسلم ها که امام بخاری و مسلم حدیث را روایت کردن. سینون ابن ابی سینان اگر که بگه که نه نکردن زوده 10 تا حدیث میگیریم ان شاء الله همینجا میخونم براتون. از صحیح بخاری و مسلم، صحیح بخاری و مسلم باذن الله عزوجل که امام بخاری سال 156 هجری وفات کرده که امام مسلمش سال 161. از سلف صالح هم حدیث صحیح، شک نیست در این چیز. من همون روز گفتم که دروغ است، 10 ها روایت نیست، 2 روایت است. 2 روایت است. لیکن چرا 10 ها روایت بعد از این گفت که سند من میارم گفت؟ برای که نمیداند که در صحیح بخاری یک حدیث رو 2-3 مرتبه تکرار آوردنش ممکن است. صحیح بخاری فقط کتاب حدیثی نیست. صحیح بخاری با وجود حدیثی بودنش اول، ثانیاً کتابی استنباطی فقهی هم هست. امام بخاری یک حدیث میگیرن، دوم جا به همون حدیث یک چند جا به دلیل شود، یک چند جا میارن. یک حدیث میشود که در کتاب صحیح بخاری یک حدیث 10 بار تکرار شود. این جهلان نمیفهمند، از همین جهت به شبهه گرفتار شد. لیکن در صحیح بخاری امام بخاری از همین انسان سینان ابن ابی سینان چند حدیث روایت کرده است؟ 2 حدیث روایت کرده است. سند 2 حدیث هم میگم. سینان ابن ابی سینان عن جابر رضی الله عنه انه غزا مع النبي صلی الله علیه و سلم قبل نجد. حدیث یکم این است که امام بخاری سند میورند که سینان ابن ابی سینان از جابر روایت میکند که جابر همراه رسول الله غزوه به جهاد رفته بود در طرفای نجد. یک حدیث. حدیث دوم عن سنان ابن ابي سنان عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طيرة والله لا. این حدیث انا من حدیث جته، یکش از جابر سنان روایت میکرد، یکیش از ابو هريره. انا کنون بله امام بخاری انا همین انسانی که ما ضعیف میگوییم سنان ابن سنان رو در صحیح بخاری ذکر کردن. شخل می شود که ما کتاب صحیح بخاری رو صحیح بگوییم لیکن این آدم ضعیف در کتاب صحیح باشد. علما جواب گفتند، همون روزم من جواب گفتم، لیکن این جواب فقط طالب علم ها زیادتا میفهمند. علم لازم است. یکم
امام الذهبی رحمه الله میگویند که بیاید من بهترش سخنهای همین علما را بعدتر با کاملا ذکر میکنم. او امام بخاری از رافضه روایت کردن یا شیعه روایت کردن یا نکردن. لیکن یک قاعده رو همون روز ذکر کردم که ان البخاري اذا ذكر رجلا مقرونا مع ثقة فهذا دليل على ضعفه لأنه لم يعتمده استقلالا. علماء محدثین میگن که امام بخاری یک حدیث رو اعتماد در اصل نکند و حدیث رو در زیر اصل، یعنی یک حدیث در زیر دیگر حدیث بیارد و به این حدیث اعتمادی موضوع نکند و به دیگر حدیث اصل اعتماد بکند، اصل رو به این حدیث اعتماد نکند، این دلالت میکند که امام بخاری این حدیث رو ضعیف گفته شده. همین دو حدیثی که از سینان ابن ابی سینان روایت شده است. سینان ابن ابی سینان یک حدیث رو از جابر روایت میکند، دوم حدیث رو از کی روایت میکند؟ از ابو هریره. سینان ابن ابی سینان یعنی تابعی، از دو صحابه روایت میکرد. دو تا حدیث در صحیح بخاری است، لیکن یک چند بار تکرار آمده است. امام بخاری هر دوی همین حدیث رو در اصل موضوع ذکر نکردند، همچون حدیثی که در بالای این حدیث یگان چیز بنا شود و فقط در همون باب فقط این حدیث باشد و دیگر حدیث باشد، امام بخاری ذکر نکردند. امام بخاری پیش از این حدیث رو آوردن، در همین موضوع دیگر حدیث رو اول آوردن. پیش از این حدیث اول حدیث ابو سلمه رو آوردن در همین موضوعی، مثلا غزو رفتن جابر یا که در حدیث ابو هریره آورده، اول دیگر حدیث صحیح آوردند، به همون حدیث صحیح اعتماد کردند، در اساس همون حدیث ابو سلمه صحیح موضوع را انتخاب کردند و موضوع را حکم بیان کردند و در زیر این حدیث صحیح حدیث ابو سلمه بعد از این حدیثی انا همون سینان ابن ابی سینان آوردند. همین مقرون میگویند. مقرون همین حدیثی که مقرون میگن یا که شاهد میگن یا که تابع یا که متابع میگن. تابع یعنی سه نوع بوک ندارد. این حدیث اصل در اصل موضوع یک حدیث نیست، یا که امام بخاری موضوع رو، یک حکم رو، یک مسئله رو در اساس حدیث ابی سینان به وجود نآوردند، یعنی در یک مسئله حدیث ابی سنان رو اصل نگذاشتند، بلکه حدیث ابی سنان رو بعد از حدیث صحیح هم خیلی تو ذکر کردند، همچون شاهد همچون متابع. این دلالت میکرد که این حدیث ضعیف است. برای همین علمای محدثین میگن که اگر در یک موضوع در صحیح بخاری امام بخاری حدیث صحیح رو بیارد، بعد از این یک حدیث که در سندش مجهول است به مانند ابی سنان ابن سنان بیارد، معنای مقصد امام بخاری همین است که ای مردم در این باب حدیث صحیح حدیث ابو سلمه است، لیکن حدیث ضعیف هم انا به مانند حدیث ابن ابی سنان هست، لفظش صحیح است لیکن روایتش ضعیف است، گفتنی گپ آورد. زیرا که در حقیقت جابر با همراهی پیامبر به غزو رفته بودند، در حقیقت حدیث ابو هریره از دیگر سند صحیح است اما سند ابی سنان ضعیف است. اکنون فهمیدید؟ یعنی این طعنه به صحیح بخاری نیست. صحیح بخاری به صحیح بخاری این طعنه زدن نیست، به صحیح مسلم هم طعنه زدن نیست. این یک قاعده علمی است که حتی صحیح مسلم مقدمه دارد. طالب علم ها میگیم که برادر عزیزم کتاب صحیح مسلم رو مقدمه اش رو مطالعه کنید پیش از اینکه به حفظ یا به خواندن شرح صحیح مسلم شروع بکنید. علمای ما مقدمه صحیح مسلم رو به ما شرح داده بودن یک چند مرتبه. امام مسلم در همین مقدمه میگوید که بیان میکند که من میگوید حدیث هایی که در سندش مجهول الحال انسان ها هستند، میگه این حدیث ها رو همچون اصل قبول نمیکنم لیکن همچون متابع یا که همچون شاهد ذکر میکنم که شما فهمید که انا خیلی حدیث های ضعیف یا که مجهول الحال هست. و مانند حدیثی مثلا انا همین ابن ابی سینان. انا کنون باز میگردیم به اویسی آذری جهمی میگوید که هر انسانی که در سندی صحیح بخاری، یعنی در کتاب صحیح بخاری 3000 تقریبا حدیث هست بدون مکرر که 7000 است، مثلا بدون مکرر در سند 3000 که است، در درونش چندین هزار علم بگیم سند است، بله تقریبا چندین هزار انسان ها سند است. این اویسی آذری میگه که هر انسانی که در صحیح بخاری در سند باشد وی 100% آدم خوب است، وی 100% آدم مقبول است، وی 100% هر چیزی که گفت قبول است، گفتنی سخن کرد همون روز. اما این باطل است. برای همین من در دوام صحبت گفتم که ای انسان، انا همون امام بخاری و انا همون امام مسلم نه فقط از یک آدم مجهول، در بعض حالات از شیعه و رافضه روایت کردند.
شبهه اول جواب دادیم. بله سینان ابن ابی سینان وقتی که ما ضعیف گفتیم طعنه به صحیح بخاری نیست. صحیح بخاری امام بخاری اینا ضعیف بودنش میدانستن. امام بخاری اینا قاعده علمی گذاشته. امام بخاری این است که این حدیثش مجهول، همون مجهول است ابن ابی سینان، لیکن اصل این حدیث صحیح است. این به حدیث ذات انوات دلالت نمیکرد، این به دیگر روایتی سینان ابن ابی سینان. اما حدیث ذات انوات فقط روایتش از دو نفر است. حدیث ذات انوات فقط روایتش از دو نفر است. در صحیح بخاری نیست، در صحیح مسلم نیست. یکی از روایت رو سینان ابن ابی سینان از ابی واقد اللیثی میکند، دوم روایت رو کثیر ابن عبدالله از ابی واقد اللیثی میکند. کثیر ابن عبدالله حالتش از حالت ابی سینان بدتر است. کثیر ابن عبدالله موضوع، متروک، کذاب است بگید امام شافعی و غیره و غیره. و این چنین سینان ابن ابی سینان رو امام الذهبی پیش از ذهبی، عقیلی و میزی و غیره همه میگن که این چیست؟ مجهول است. هم سینان و هم شاگردش مجهول است. میگن حدیث ضعیف است. لیکن جواب دوم، اگر حدیث ضعیف نباشد هم قاعده اصولی فقه آوردیم که الدلیل اذا تطرق عليه الاحتمال بطل منه الاستدلال. برادر عزیزم، در مسائل اصول دین، در مسائل احکام، اگر یک چیز رو میخواهی که اثبات کنی در از نام شریعت میخواهی که جهل عذر است گویی، تعویل عذر است گویی، مشرک مسلمان گویی، به خاطر مشرک مسلمان گفتند یک حدیث ضعیف یا که یک حدیثی که در بولش علما اختلاف کردند، قسم از علما صحیح گفتند، قسم از علما ضعیف گفتند، این حدیث حجت آوردن 100% ناممکن است. این مخالف منهج اهل سنت است. زیرا که اهل سنت میگن که یک دلیل اگر در بالایش احتمال به وجود آید، یا در سندش یا در فهمش احتمال به وجود آید، قسم از علما این دلیل ضعیف گویند، قسم از علما این دلیل صحیح گویند، این سندشه، این دلیل هرگز حجت شده نمیتواند برای اثبات کردن یک حکم شرعی. به این دلیلی که علما قسم این ضعیف گفتن، قسم صحیح گفتن، تو یک چیز حرام یا حلال گفتن نمیتونی. مقصدی من فهمیدید؟ برای یک چیز حرام گفتن یا یک چیز حلال گفتن یا که جهل عذر گفتن یا جهل عذر نیست گفتن، دلیلی قطعی لازم است که همه علما سند صحیح گفته باشند، یک نمود فهمیده باشند، فهم بم احتمال نکرده باشند. هم در سند هم در فهم در بین علما یک ذره اختلاف نشده باشد، بعد از این دلیل میشد. اما اگر مسئله اصل دین نباشد، حکم و احکام نباشد، مسئله فضائل الاعمال باشد، در این مسئله باقی ندارد. نماز فجر چقدر ثواب دارد؟ یک تا حدیث شما میگید این حدیث قسم از علما ضعیف کردن، قسم از علما صحیح کردن، لیکن این حدیث در درونش یگان چیز اثبات نمیکند، فقط فضیلت 2 رکعت فجر نماز بامداد آمده است. ما اینو میگیم که باقی نداره، ما قبول داریم. اگر چه قسم از علما ضعیف گفته باشند ما قبول میکنیم، باقی ندارد. برای چی؟ برای که این در باب فضائل الاعمال است. خودی عمل اثبات نمیکند، فضیلت چی اثبات میکند؟ عمل که اثبات شد، فضیلتش به حدیثی کمتر علما اختلاف کرده هم باقی ندارد. این سخن این منهج متقدمین سلف صالح در باب احکام بود و حجت گرفتن بود و این سخن احمد بن حنبل است که بعد از کمی من کتاب رو میخونم. لیکن من حاضر شما به مذهبی اهل سنت که چخل حدیث گرفتن لازم است، ما از حدیث باید چخل حجت بگیریم. برادر عزیز، بار دیگر میگم، در مسئله اصول دین، در مسئله اثبات کردن یک حکم حلال یا حرام یا جایز یا ناجایز، حدیثی که علما اختلاف کردن صحیح یا ضعیفش حجت گرفته نمیشد. اما در مسئله فضیلت اعمال بله باقی ندارد. بسم الله گفتن فضیلت دارد، گفته یک حدیث بیاری که بعض از علما مثلا ضعیف گفتن، بعضی صحیح گفتن، من در این مسئله با تو اختلاف نمیکنم. اگر ضعیف گویم من اختلاف نمیکنم، با تو کار ندارم، هیچ گپی نیست، برای که مسئله فضایل اعمال است. اما در مسئله اصول دین تو حق نداری. حرام و حلال به حدیثی که علما قسما ضعیف گفته باشن هم حق نداری. فهمیدید؟ اگر این بود سخنیمو، اگر این حدیث صحیح بگوید هم حدیث ذات انوات دلالت به شرک اصغر میکند گفتن علما، زیرا که همه صحابه ها توحید فهمیده بودند. پیامبر در اول توحید لا اله الا الله به صحابه فهموندن، صحابه فهمیدن. هرگز صحابه ها نگفتند که ما مثل ابو جهل یک بار دیگر مثل ابو جهل میشیم، نگفتند، بلکه طلب تبرک کردن. گفتند که ای رسول الله درخت به ما مبارک قرار ده. پیامبر گفتند که نه. اگر پیامبر بله میگفتن که مبارک به شماست، میگفتن یعنی مقصد صحابه این بود که همین درخت را به ما مبارک قرار بده، سببی برکه شود، اصلی برکه از الله است، این سبب شود. پیامبر گفتن که نه، درست نیست. از این میبرد که هر عملی که
شما باید مبارک گفته انجام بدید. مبارک نباشه شرک است، که شرک اصغر است. تبرک جستن شرک اصغر است. بارک الله فیکم. انا کنون مسئله به پایان رسید. سنان ابن ابی سنان وقتی که ما گفتیم که ضعیف است، این طعنه به صحیح بخاری نیست. ابن منذر رحمه الله به 512 بود، 580 بود یا 582 بود، فراموش کردم. به 500 خورده فرسو میگن، به بضع یا که به 500 خورده فرسو میگن. از 500 زیادتر به حدیث امام بخاری به ضعفش سخن میکنن، میگن که 500 چند تا حدیث بخاری ضعیف است میگن. و ابن حجر اسقلانی در صحیح بخاری در مقدمه شما مطالعه کنید. ابن حجر اسقلانی رو الحمدلله ما این فتح الباری مطالعه کردیم، یک چند مرتبه بخصوص مقدمه را مطالعه بکنید. در یک مجلد اول در فتح الباری شرح صحیح بخاری به امام منذر رد میزند و میگوید که نمیگه بله این حدیث ها این خیلی ضعیفی دارد، لیکن امام بخاری خودش این ضعیف ذکر کرده است. برای همین اگر یک کس بیاید و بگوید که زن من طلاق شود اگر در صحیح بخاری حدیث ضعیف باشد، اگر صحیح بخاری ضعیف باشد زن من طلاق است بگوید، قاضی اهل سنت و جماعت زن او را طلاق حکم نمیکنند. این شرطش میگن که بله صحیح بخاری ضعیف ندارد. برای چی؟ برای آنکه امام بخاری یگان موضوع را، یگان اصل مسئله را در اساس حدیث ضعیف بنیاد نکردند و به وجود نآوردند. یک چند حدیث هایی که طعنه در بالایش هست، این حدیث ها در اصل موضوع گذاشته نشده بود، همچون شاهد، همچون مقرون یا که متابع ذکر شده است. برای همین اگر کسی بگوید که زن من طلاق شد در صحیح بخاری اگر ضعیف باشد بگوید، زنش طلاق نمی شود. برای همین صحیح بخاری از اول تا آخرش صحیح است میگیم، همه این موضوعی که آورده شده صحیح است. این منهج اهل سنت است. شخصا خودی من در همین موضوع به صالح لحیدان سوال دادم، به محسن العباد و به یک چند علما و کتاب ها رو مصلحت دادم و مطالعه کردیم و غیره. این شبهه از بین رفت. اکنون مسئله دوم، شبهه دوم، امروز وقتی که به گروه آذری ها داخل شدن، کسایی که مشرک مسلمان میگن و موحد مشرک میگن، دیوانه شده ها مثل دیوانه شب روز میگن، روز شب میگن، مسلمان کافر میگن، کافر مشرک مسلمان میگن. انا همین اویس جاهلی که طالب علم خیلی بزرگ است، به نام به خودش یعنی لقب بزرگی را به خودش داده است، میگوید که به من میگوید یکی از برادرهایم میگوید، یعنی یک دیگر آذری نصیحت کرد، یعنی به من یک یادرسان کرد، به من یک مصلحت خوب داد. میگه همین آذری اویس میگه که به من یک برادرم مصلحت خوب داد که ابو محمد گفت که من در همون صحبتم گفتم که اگر اگر تو بگویی ای اویس که همه رجال صحیح بخاری از اول تا به آخر آدم‌های خوب هستند، همیشه ما 100% آدم خوب میگیم، برای اینکه امام بخاری روایت کردن، بگوییم امام بخاری از شیعه و رافضی هم روایت کردن. گفتم من همون روز همین گپ گفتم. بله انکرین اویس عذری میگه که از این میبراید که شما از رافضه ها دین میگرفتید. میگه اعوذ بالله من ذلک. این جهالت ببینید، این جهالت ببینید. یعنی میگه که امام بخاری در صحیح بخاری از رافضه اصلا روایت نکردن میگه، اما شیعه روایت کردن میگه. ما به این جاهلک میگیم که تو نه معنای رافضه را فهمیدی و نه معنای دیگر چیز فهمیدی. موضوع دوم، شبهه دومی که عذری انداختند، آیا صحیح بخاری در صحیح بخاری در سند صحیح بخاری شیعه یا رافضه وجود دارد؟ مجهول الحال شیعه رافضه. بله مجهول الحال وجود دارد. بله کسایی که طعنه به شیعه شدگان وجود دارد. بله کسایی که طعنه به رافضه شدگان وجود دارد. و اما این حدیث ها در اصل یک موضوع نیست. این حدیث ها رو همچون متابع، همچون مقرون در زیر حدیث های صحیح امام بخاری ذکر کردن که فهمید که نمیخواد حدیث های هست که بعضی از ضعفا روایت کردن، گفته امام بخاری ذکر کردن. مقصد امام بخاری نبود که دینتون رو از اینها بگیرید. بیاید من سخن علما رو بگویم. هل سوال میشد به یکی از علما که هل روى البخاری فی الاصول من صحیحه ان راو رافضی تأصیل و بیان؟ آیا امام بخاری در صحیح بخاری در اصول صحیح بخاری، یعنی در اثبات یک مسئله، در اثبات یک موضوع، آیا امام بخاری اعتماد به یگان روایت کننده مجهول، به یگان روایت کننده رافضی یا بدعتی
یا شیعه در یک موضوع اعتماد به یک رافضی یا که مجهول کرده است برای اثبات کردن یک موضوع؟ نه، نکرده است. خیلی که بعضی از جهلا امروز میگویند که هر انسانی که امام بخاری از همون انسان روایت کرده باشند و در صحیح بخاری در سند همون وجود داشته باشد، این معنای آن را دارد که گویا که امام بخاری تزکیه داده باشند که همون انسان خوب است. گفته اعوذ بالله، این خیلی نیست. هر انسانی که در صحیح بخاری میبینید معناش نیست که این تزکیه از جانب امام بخاری است، زیرا که در صحیح بخاری ما گفتیم که آدمی بعضی مجهول هم هست، بعضی انسان‌های مبتدعی که طعنه در دین شده است از جانب خوارج و از جانب شیعه حتی به طعنه رافضه وجود دارد. اما امام بخاری بار دیگر میگیم که در اثبات یگان مسئله اعتماد نه به مجهول، نه به رافضی، نه به خوارج کردن، بلکه مسئله را در اساس انسان‌های اهل سنت اثبات کردند. در زیر این حدیث بعد این حدیث‌های ضعیف ذکر کردن که فهمید که خیلی هست. انا که قول علما رو ذکر میکنم. قاعده اول حافظ ابن بگید اول امام الذهبی، حافظ الذهبی رحمه الله در این دو کتابی که صحیح بخاری و صحیح مسلم است، تو بعضی انسان‌های مجهول است یا بعضی انسان‌های مبتدی هست، طعنه به خوارج و طعنه به رافضه و طعنه به شیعه شده است، در همین مسئله صحبت می‌کرد. به کتاب الموقظه صفحه 79 و 81 نظر بکنید، از 79 تا 81 نظر بکنید. امام چی میگه؟ امام ذهبی چی میگه؟ انا که ببینید بحمد الله رجل احتج به البخاري او مسلم في الاصول ورواياته ضعيفه ما احتج. الحمد لله که امام بخاری و مسلم در اثبات یک مسئله، در اصول یک مسئله برای اثبات کردن همین اصل گفته میشد، اعتماد به یگان حدیث ضعیف بر روایت کننده های مجهول ضعیف نکرده است. همه حدیث هایی که یا همه موضوع هایی که در صحیح بخاری است به حدیث صحیح ثابت شده است یا به حدیث حسن. ومن خرج له البخاري او مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد. اما اون حدیث هایی که امام بخاری و مسلم در شاهدها همچون شاهد ذکر کرد، نه همچون اثبات اصل، همچون شاهد یا همچون متابعت ذکر کرد، بله در اینجا بعضی انسان‌ها هستن که مجهول یا حفظش مشکلی دارد یا که ثقه بودنش و تردد وجود دارد. میداد انا کن نظر بکنید این سخن امام ذهبی، اگر نظر بکنید به سخن حافظ ابن حجر صاحب کتاب فتح الباری. ابن حجر گفته در مسئله علم حدیث، بله علم ابن حجر است، شرح صحیح بخاری شرح میداد فتح الباری، میگوید که تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتضي لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته، ولا سيما من ضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين، وهذا معنى لم يحصل لغير ما خرج عنه في الصحيح، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيه. هذا إذا خرج له في الأصول. همه اون حدیث هایی که در اصول مسئله آمده است برای اثبات کردن یک مسئله، در اصول امام بخاری یک حدیث به اعتماد کرده است، همه این حدیث صحیح است، همه علما میگن که صحیح بخاری صحیح مسلم این صحیح است. این اما در مسائل اصول میگن. اما این حدیث هایی که شاهدی به آمده است چی است؟ فهو بمثابه فهذا اذا خرج في الاصول. فاما ان خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق له. اما اون حدیثایی که امام بخاری و مسلم در متابعات، در شواهد و در تعلیق آوردن این اختلاف دارد، حالتش از حالت فرق میکنه. حدیث ساری صفحه 381 به نظر بگیرید. معلمی میگه دوم، مسألة دوم، المعلم عبد الرحمن المعلم المحدث میگه که أن يؤدي اجتهادهما أي البخاري ومسلم إلى أن ذلك الكلام إنما يقتضي أنه لا يصلح للاحتجاج وحده ويراني أنه يصلح لأن يحتج مقرونا أو حيث تابعه غيره ونحو ذلك. كتاب التنكيل صفحه 699 نظر بکنید. عبد الرحمن المعلم میگوید که وقتی که امام البخاری و امام مسلم یک حدیث رو مقرون، متابع و شاهد میآورند،
همون خودی همین حدیث به اعتماد نمیکنند و این حدیث در زیر دیگر حدیث ها میارند. این دلالت میکند که امام بخاری و مسلم به همون حدیث اعتماد نکردند. این حدیث مشکلی دارد، در نظرشون ضعیف است. بارک الله فیکم. انا کی فهمیدید؟ بارک الله فیکم. مسئله دیگر میگذاریم، سخن دیگر از علما میگذاریم. ابن حجر میگوید که در مسئله شیعه آیا امام بخاری از شیعه روایت کردند یا از رافضه روایت کردند؟ مسئله یک شبهه دیگر که امروز میبینم که عذری ها گفته شدند که روید استاد شما گفت که در صحیح بخاری رافضه هست، شما دینتون رو از رافضه میگیرید گفته شده است. و او میگوید که همه سندهای صحیح بخاری بوده ما قبول داریم. ما میگیم که امام شما رافضه است، بلکه شما نفهمیدید که ما قبول نداریم و امام بخاری هم این حدیث ها را در حالت مستقل قبول ندارد. بارک الله فیکم. ما کلمه اولا رافضه رو ببینیم که سلف صالح چگونه استفاده بردند. یکی از مشایخ ما ذکر میکنند، محدث علامه شیخ شعیب العقیلی استاد شیخ علی بن خدیر ناصر الفتح و غیره. درجه این شیخ ده ها برابر بلندتر از ابن عثیمین و غیره است. میگه که اذا اطلق عند اهل الحديث لان هذا الاسم يعني الرافضي، کلمه رافضه وقتی که در نزد اهل حدیث ذکر کرده می شود میگه اصطلاحا معناش یک چند معنا دارد. میگه وله معانی عده اعلى و ادنى و ما بین ذلك. همین کلمه رافضه وقتی که در نزد اهل حدیث ذکر کرده می شود این یک چند معنا دارد. همین رافضه یک چند معنا دارد. میگه رافضه معنای پستش است، معنای مبین است، معنای بلند دارد. یعنی سه معنا گفته شدند. وله معانی عده، یعنی کلمه رافضه یک چند معنا دارد. اعلى و ادنى، درجه بلندترین و درجه پایانترین و بین ذلك. اکنون از همین جد فهمیده میشد. ابن حجر عسقلانی در همین مسئله چی میگه؟ نظر بکنید به کتاب هدی الساری صفحه 719. ابن حجر عسقلانی میگه که و تشیع یعنی شیعه شدن. شیعه گفته کی رو میگه؟ محبت علی و تقدیمه علی الصحابه، فمن قدمه على ابي بكر وعمر فهو غال في تشييعه ويطلق عليه الرافضي والا فشيعي، فان انضاف الى ذلك السب او التصريح بالبغض فقال في الرفض، وان اعتقد الرجعه في الدنيا فاشد في الغلو. فهمید سه نموده ابن حجر گفته شده است هر کسی که بگوید که علی پیش از عثمان می ایستد این شیعه هست، موحد است، یکتا پرست است، عقیدش 100% مثل عقیده اهل سنت و جماعت است. در مسئله اسماء و صفات، در مسئله توحید، کفر بالطاغوت، براءت، همه ایش اهل سنت و جماعت است. اما فقط یک مشکلی دارد، میگوید که حضرت علی درجه اشون از حضرت عثمان بالا هست. حضرت علی سومین خلیفه هستند، اول ابوبکر، بعد عمر، بعد علی، بعد عثمان. میگه عثمان از علی پیش میگیرد. اینا سلف صالح شیعه گفتند، همین آدم شیعه میگفتند و اینا مبتدع میگفتند. ابن تیمیه رحمه الله بعد سلف اومدند. ما همچون من باب فایده به شما ذکر میکنیم، این عصری علمای 8 هستند. کتاب واسطیه نظر بکنید، ما ترجمه کردیم، شرحش به شما منتشر کردیم. میگن که هر کسی که من قدم علی علی عثمان، میگن هر کسی که علی رو از عثمان پیش داند فهو اضل من حمار اهلی، همین انسان از خر خانه‌اش گمراه‌تر است. یعنی هر کسی که علی رو از عثمان پیش داند، میگن خودش همه طرف اهل سنت موحد است، لیکن از خر خانه‌اش گمراه‌تر است. به سبب چی گمراه است؟ برای اینکه حضرت علی رو از عثمان پیش گرفت، مخالف اجماع برآمد. انا من شیعه گفتند، سلف صالح همین شیعه میگفتند. ابن حجر گفته است، کتاب هدی الساری نظر بکنید، هد الساری 719.
اما رافضه کی رافضه گفتن دو نمود رافضه است گفتند فمن قدمه على ابي بكر وعمر فهو غال في تشييعه ويطلق عليه الرافضي. هر کسی که حضرت علی را نه فقط از عثمان بلکه هم از ابو بکر و هم از عمر پیش داند، بگوید که حضرت علی از ابو بکر و عمر هم افضل هستند، اول حضرت علی بعد ابو بکر بعد عمر، گوید ما این شیعه نمیگیم، این ما رافضه میگیم. این غولی شیعه گفته میشد یا که رافضه گفته میشد، این رافضی است گفتند. اما اگر حضرت علی را از حضرت ابوبکر و عمر بالا نداند، گوید که ابوبکر و عمر بالا افضل از حضرت علی هستند لیکن علی افضل از عثمان است، گوید این شیعه میگیم. اگر از 4 از 3 یورو بلند گرد این رافضه میگیم. دوامش بگفتند که اما اگر گفتند از همه صحابه ها حضرت علی رو بالا داند و بعد از این دیگر صحابه ها رو دشنام بکند، بعد ببیند الى ذلك السبع او التسریع بالبغض، اشکار واضح دیگر صحابه رو بعد ببیند، فغال فی الرفض، این غالی در رفض است، این اشد غلو کرده است، این رافضی غالی گفته می شود. که انا همین روز رافضه های غالی، انا این اثنا عشری علوی همین رافضه های غالی است، اینا رافضه های عادی نیست. رافضه غالی، رافضه عادی همون کسی که خودش 100% عقیدش در توحید موحدی است، 100% منهجش اهل سنت است، 100% در تمام عقیده اهل سنت و الجماعت است، در باب ربوبیت، الوهیت، اسماء و صفات، حکم و غیره. اما حضرت علی را از ابو بکر و عمر پیش می‌دارد، این رافضی است. اما رافضی غلط این کسی هست که حضرت علی افضل می‌داند و دیگر صحابه ها را بغض و بدبینی و تکفیر و غیره می‌کرد. منهجی سلف نمی خیل بود و منهجی ابن تیمیه هم خیل است. برای همین بعضی ها آذری ها میگن که ابن تیمیه رافضه ها را مسلمان گفت، میگن اینا نمیفهمند که ابن تیمیه رافضه ها را تقسیم میکند. رافضه گفته ابن تیمیه همون کسی را میگه که حضرت علی را از حضرت ابوبکر و عمر پیش داند لیکن باقی مانده عقیدش اهل سنت است، این تکفیر نمیشن میگه، اول حجت میرسونه میگه. اما اگر حضرت علی را از همه صحابه پیش داند و صحابه را تکفیر کند، این غولی است، این تکفیر میشه. یا قبر پرستی کند میگه، یا حضرت علی لوگ این کافر است، این تکفیر نکردگان کافر است میگه در کتاب صارم المسلول. اکنون فهمیدید که ما شیعه داریم، ما رافضه داریم، ما رافضه غلط داریم. شیعه کسی که حضرت علی رو از عثمان پیش میدارد، رافضه کسی که حضرت علی رو از ابوبکر و عمر پیش میدارد لیکن موحد است، دیگه عقیدش 100% اهل سنت است. اما رافضه غلط مشرکین این کسی است که حضرت علی رو از صحابه دیگر افضل میداند، دیگر صحابه رو تکفیر میکند، قبر پرست و غولی و غیرش است. نظر بکند. اگر گوید که نه با دیگر سخن بیار، باز حافظ ابن حجر اسقلانی صاحب کتاب فتح الباری در کتاب التهذیب مجله 1 صفحه 181 میگه فالتشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان وان عليا كان مصيبا في حروبه وان مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما، وربما اعتقد بعضهم ان عليا افضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا كان معتقد ذلك ورعا ودينا صادقا مجتهدا فلا ترد روايته بهذا، لا سيما ان كان غير داعية. واما التشيع في عرف المتاخرين فهو الرفض المحض فلا تقبل رواية الرافض الغالي ولا كرامه. اکنون فهمیدید که یک معنای یک کلمه در نزد سلف و محدثین متقدمین فرق دارد و در نزد محدثین متأخرین فرق دارد. خود محدثین دو قسم هستند، محدثینی که سلف و متقدمین و محدثینی که متأخرین هستند. ابن حجر میگوید که کلمه رفض، کلمه شیعه میگه در نزد متقدمین سلف این بود که یک انسان اهل سنت و الجماعت 100% بیاد و بگوید که حضرت علی افضل از حضرت عثمان است، این شیعه است. اگر بیاد و بگوید که حضرت علی، یک موحد مسلمان بیاد بگوید که حضرت علی افضل از ابوبکر و عمر است، بگوید این چی است؟ این رافضه است، اما کافر نیست، برای اینکه هول کفر اکبر شرک اکبر نکرد، مبتدی هست، این به حجت رسانده میشد. حدیث اینها را میگه اگر اینها دروغگو نباشند، اگر اینها متهم نباشند، حدیث این چنین انسان ها را قبول کردن در بعضی حالات باک ندارد، میگه درست است، میگه برای اینکه اینها کفر نکردن هولی. اما همون باشد هم امام بخاری اینها را مستقل روایت نکردند. اما میگه سیوم نمود رافضی هست که میگه علی را از افضل از دیگر صحابه ها میداند و دیگر صحابه ها رو
اعوذ بالله تکفیر و غیره میکند که این رو رفض میگن و حدیث این اصلا قبول نیست. این در نزد متقدمین بود. اما میگد که امام ابن حجر میگد که در نزد متأخرین امروزه رافضه ها میگد همیش شیعه گفته شود هم رافضه گفته شود هم امروزه رافضه ها میگد همیش رافضه است. امروزه یگون کرامه یگون حرمت یگون احترام ندارد. ما وقتی که درباره رافضه گپ میزنیم میگد در صحیح بخاری سند صحیح بخاری در او رافضه‌ای که در متقدمین بودن او دیگر معنا داشت. برادر عزیزم فهمیدید این علم چه خیلی است؟ کتاب تهذیب مجله 1 صفحه 182 نظر بگیرید. امام الذهبي در كتاب ميزان الاعتدال مجله 1 صفحه 5 میگه قد يقول قائل كيف صاغ توثيق مبتدع وحده الثقه العداله والاتقان. جوابش این است که میگه ان البدعه على ضربين بدعه صغرى كغلو الشيعه كغلو التشييع او كالتشييع بلا غلو ولا تحرف فهذا كثير في التابعي وتابعيهم مع الدين والورع والصدق فلو رد حديث هؤلاء لذهب جمله من الاثار النبويه وهذا مفسده بينه. بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحث على أبي بكر وعمر والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا يحتج بحديثهم ولا كرامة. امام الذهبی در کتاب میزان الاعتدال میگه رقمش گفتن اگر گفته شود که چگونه حدیث یک مبتدع رو امام ها ذکر کردند جوابش این است که میگن بدعت دو نمود است. بدعت صغرا هست به مانند شیعه هایی که غلو ندارند که تشیع بلا غلو شیعه هایی که غلو ندارند اینها کسانی هستند که کی هستند؟ شیعه گویم یک اکباره امروزه شیعه ایران به نروید. امروزه شیعه ایران شیعه گفته که آدم گمراه است. اینا شیعه نه اینا رافضه غلو کردگی اینا مشرکین است. اینها اصلا نه شیعه هست نه رافضه است. اینا رافضه الغلات است که امام ابن تیمیه در کتاب المنهاج و در کتاب این چنین اقتضاء الصراط و در کتاب صارم المسلول اینها را گفتن مشرک است. اینها را مشرک نگفته که مشرک است گفتن. شیعه امروز وجود ندارد. شیعه گفته همون کسی را گفته میشد که در زمان سلف این انسان 100% اصل دین داشت. این انسان یک موحد بود، محدث بود، فقیه بود، همه جانب اهل سنت است، موحد است. لیکن فقط یک مشکلی دارد، حضرت علی را از عثمان افضل می‌داند. انامین شیعه میگفتند حدیث این روایت کردن درست است میگن. یا به مانند کسایی که بعضی انسان‌هایی که اهل سنت و جماعت است 100% لیکن خطا کرد و آمد و حضرت علی رو از ابوبکر و عمر افضل دانست، این رافضه گفته میشد. لیکن رافضه غلات گفته نمیشد زیرا که کفر اکبر حالی نکرد. اما کسی بیاید میگه اگه دوامش میگه بدعت کبرا میگه بدعت کبرا. حدیث این کسایی که شیعه هست یا رافضه هست ولی کفر اکبر نکرد به این معنا در نزد سلف قبول است. یعنی کسی که حضرت علی را از عثمان پیش دانست مبتدی است. کسی که حضرت علی را این شیعه گفته میشد و کسی که حضرت علی را از ابوبکر و عمر پیش دانست این رافضه گفته میشد. اگر موحد همه جانبش که خوب است گرفته میشد. اما حدیث همین را هم امام بخاری مطلق نگرفتند. صحیح بخاری قویگیش اینجاست که امام بخاری مستقل حدیث اینها را قبول نکردند. حدیث اینها را همچون شاهد ذکر کردند. امام ذهبی میگه که فهذا كثير في التابعي وتابعيهم. این حادثه بسیار است در زمان تابعین ها. یعنی بسیار بودن تابعین ها و تبع تابعین که حضرت علی را خطا کردند و از عثمان پیش دانستند. بله بدعت دیگر علما اینها را طعنه زدند، اینها را رد زدند، گفتند که شما خطا میکنید و غیره و غیره. لیکن کسی نگفت که اینها مثلا یا گمراه هستند و غیره و غیره. اما بدعتشون بله بدعت است. اما دوم نمود بدعت است گفتند امام ذهبی. نمود دوم بدعت گفتند این بدعت کبرا گفتند كالرفض الكامل والغلو. رفض کامل و غلو داشته، یعنی همون رافضه که فقط حضرت علی را از ابوبکر و عمر افضل دانست نه، بلکه باز دیگر صحابه ها را بد دید و دشنام کرد و تحقیر کرد و شرک کرد، کفر کرد. اینها گفتند کرامت ندارد، ابروی ندارد و اینها حدیث قبول نمیشود. اکنون بیایید مختصر یک مرتبه دیگر به شما میگویم و بعد از این مسئله را جنبست میکنیم. به شما میگیم که چند نفر از شیعه و رافضه هایی که در صحیح بخاری است به شما بیان میکنیم. بعد از این که سخن امام ذهبی را، ابن حجر اسقلانی را و دیگر علماهای محدثین در این مسئله ذکر کردیم در شناخت صحیح بخاری و مسلم، به شما میگویم که از این میبراید که هر کسی که علی رضی الله عنه را
افضل از عثمان دارد ما این شیعه میگیم. امروز ما همین خیل میگیم این شیعه هست اما کافر نیست، مبتدع هست. شیعه رافضه نه، این شیعه که حضرت علی را از عثمان پیش دونست این مبتدع هست. این گمراهتر از خری خونه‌اش است. چخیلی که ابن تیمیه رحمه الله گفتن. دومین کس هر کسی که علی را از ابوبکر و عمر افضل میداند اما عقیده 100% اهل سنت است، صحابه ها را حقارت و دشنام نمیکند. این چنین انسان های رافضی گفته می شود و این چنین انسان ها امروز وجود ندارند و بعضی انسان ها گفتند که به مانند زیدی ها از شیعه، زیدیه هایی که هست کو زیدی هایی که یمن به هست لیکن امروز وجود ندارد. زیدی ها امروز همش خوسی شد، همش رافض است. زیدی برای همین علما زیدی ها را در زمان خودشون تکفیر نکردند، برای که زیدی ها اگرچه حضرت علی را از ابوبکر و عمر افضل دانندم لیکن عقیدهشون از دیگر جانب خوب بود و ابوبکر و عمر رضی الله عنهم گفتن که اینها مبتدی است، گمراه است، لیکن کفر نگفتن. اما امروز وجود ندارد این خیر رافضه. سومین نمود گفتن من اضاف الى ما سبق السب والشتم والتصريح بالبغض و هم غلاة الرافضه. و هر کسی که علی را افضل از ابوبکر و عمر و عثمان داند و بعد از این با دیگر صحابه را حقارت و دشنام کند و بعد ببیند و غیره و غیره، ابن تیمیه میگن که و حضرت علی را اله گوید، قبر پرستی کند، این گفتن کافر مشرک است، این غلات است، این نمیشه غلات رافضه گفته میشد. از این یگان بار امام بخاری از این خیلی آدم ها حدیث روایت نکردن. امام بخاری از دو انسانی که در بالا ذکر کردیم از دو قسم بالا ذکر کردم. بله، قسم یکم شیعه حضرت علی را از حضرت عثمان پیش گرفت، قسم دوم حضرت علی را از ابوبکر و عمر پیش گرفت. لیکن حضرت امام البخاری همین حدیث ها را هم یعنی خصوصا قسم دوم را مطلق نگرفتن بلکه شاهد گرفتن، متابع گرفتن. به شما ان شاء الله فهمه شد. برای من علماء میگن فاهل العلم يرون الروايه عن اصحاب القسمين السابقين دون القسم الثالث فهؤلاء لا تحل الروايه عنهم. اهل علم، اهل حدیث متقدمین روایت کردن حدیث رو از دو قسم اول، یعنی هر کسی که علی رو از عثمان افضل داند و هر کسی که علی رو از ابوبکر و عمر افضل داند، روایت رو جایز گفتند و همین رو هم امام بخاری همچون شاهد ذکر کردند. امام بخاری اعتماد به این حدیث نکردن بلکه شاهد ذکر کردن به خصوص قسم دوم. اما روایت کردن حدیث از قسم سوم این حرام است. یگان نفر از محدثین قسم سوم روایت نکردند. ابن حجر اسقلانی میگه که و اما بدعه فالموصوف بها اما ان يكون ممن يكفر بها او يفسق فالمكفر بها لا بد ان يكون ذلك التكفير متفقا وغير ذلك. یعنی بالاخره نظر بکید. انا کنون بعد از این سخنهای ما آیا شما فهمیدید که این مسئله علم خواهد، این مسئله علم خواهد، لیکن این عذری ها علم از کجا میفهمند؟ من چرا این سخنها را به شما گفته شدم؟ شما میگید که این سخنها خیلی وزین است. بله، الله به دعا میکنیم که به شما فهم نصیب بکند. اگر همین قاعده ها را فهمید، شما صحیح بخاری صحیح مسلم وقتی که کسی به شما طعنه زدنی میشود یا رافضه اومده میگه که امام بخاری از رافضه روایت کرده است، انا امام بخاری شما اینو اونگات، شما طعنه میزنید. دروغ است. رافضه امروز مشرک است، یگان امام بخاری از رافضه روایت نکردن، این دروغ است. اما رافضه که در زمان سلف گفته میشد، یک موحده که حضرت علی را از ابوبکر و عمر پیش گرفتن رافضه گفته میشد. امروز این خیلی رافضه پور است. ما اگر این خیلی رافضه بگیم همه ما خبر میگردیم. این نیم زایدی آذری ها خودش رافضه است. از این جهت نظر بکید حزبی ها مش خیلی رافضه است. بارک الله فیکم. انا کنون امام بخاری آیا در صحیح بخاری از همچنین انسان ها طبقه یکم، طبقه دوم، طبقه سوم روایت کردن یا نکردن؟ امام بخاری از طبقه قسم یکم یعنی شیعه که حضرت علی را از عثمان پیش میگرفت روایت کردن. از قسم دوم بعض یک دو هست روایت کردن رافضی که حضرت علی را از ابوبکر و عمر پیش میگرفت. اما روایت های قسم دو هرگز در اصل باب امام بخاری اعتماد نکردن، همچون متابع و شاهد آمده است. امام بخاری خودشون این قبول نکردن در اصل موضوع. همچون این حدیث اصولی نیست، حدیث متابع آوردن. اما از قسم سوم رافضه که صحابه بعد ببیند اصلا روایت وجود ندارد. امام بخاری رافضه را کفر میگن و سلام نکنید، میگن گوش حرام است، میگن چه روایت میکنن. اصلی صحیح روایتش عدالت است. عدالت اصلش اسلام است. هر کسی که مسلمان نیست حدیثی و قبول نیست. اما اینا عذری ها نمیفهمند. عذری ها فقط به خاطر گریختن شما رو فریب میتن. یکمی کسی که در سندش صحیح بخاری مثلا یکم عبدالملک ابن عین الکوفی گفتن انسان است. ابو حاتم میگویند که عبدالملک ابن عین الکوفی میگن شیعی، اما صدق گفتن. برای چی؟ برای که یک موحد است، اهل سنت است، لیکن حضرت علی را از عثمان پیش گرفت، دیگه اون کمبودی ندارد.
لیکن شیعه گفتند علمای سلفینه. اما امام بخاری آیا همین عبدالملک روایت کردگی حدیث مستقل اعتماد کردند؟ آیا اصولی اثبات یگان مسئله به مستقل فقط خودش ذکر کردند؟ نه، امام بخاری از عبدالملک ابن عین الکوفی یک حدیث روایت کردند، همین حدیث رو هم مقرون متابع شاهد همچون شاهد ذکر کردند، اعتماد نکردند. یعنی امام بخاری گفتند که ما این حدیث به اعتماد نمیکنیم، این طعنه دارد، حضرت علی را از عثمان پیش گرفت، ما قبول نداریم گفتند امام بخاری. فهمیدید؟ علماء میگن که لم ينفرد بحديث في الاصول وهو شیعی. فهمیدید؟ دومین آدم، الله اکبر، ببینید امام بخاری چخیل اهل بدعت حدیث ذکر کرده با رد زدن. دومش عوف ابن ابي جميلة الاعرابي البصري، انا من انسان ابو سهل الهجري میگن بعضیو از صغار تابعین است، لیکن از صغار تابعین است. احمد ابن حنبل و ابن معین میگن که این ثقه هست میگن. عبدالله ابن مبارک میگن که کان شیعیا میگن. همین عوف ابن ابی جمیلة الاعرابی شیعی بود میگن. اما احمد ابن حنبل میگن که این ثقه است، اما چخیله شیعی بود. وقتی که ما شیعه میگیم شما به معنای این رافضه های این روزه رافضه شیعه نگوید، برای همین ما در درس ها گفتیم، یعنی فقط عیبش همین بود که حضرت علی را از حضرت عثمان پیش گرفت. امام بخاری باز همین روایت کردن، لیکن مقرون در بسرولت. سومین انسان عباد ابن یعقوب الراونجی الکوفی ابو سعید. اینا علما میگن که رافضی مشهور است، لیکن این رافضی که مشرک باشد کافر باشد نه، این قسم دوم. یعنی این یک موحد بود، یک اهل سنت در همه عقیده بود، در همه جانب مثل دیگر اهل سنت والجماعت، اما فقط حضرت علی را از ابوبکر و عمر پیش میدونست، برای همین اینا رافضی گفتند. این عملش کفر اکبر است یا نیست؟ کفر اکبر نیست، این کفر نیست، این یک بدعت کرد، فسق کرد، اما از دیگر جانب خیانتکار نبود، از دیگر جانب عقیدش درست بود. از همین جهت بعضی حدیثاش ذکر کردن. اما امام بخاری آیا حدیث همین عباد ابن یعقوب راونجی را یگان مراتبه در اثبات یگان مسئله مستقل ذکر کرد؟ نه، مستقل ذکر نکرد. امام بخاری از این انسان یک حدیث روایت میکرد، همین حدیث رو هم شاهدان همچون شاهد روایت میکرد. یعنی میگه که این حدیث هم هست لیکن به ما لازم نیست، همچون ذکر کردیم، فهمید که این حدیث ضعیف است، زیرا که صاحب این حدیث یک رافضی است. این حدیث هم به مانند حدیث سینان ابن ابی سینان ذکر شد. همین حدیث سینان ابن ابی سینان که سندی چی بود؟ سندی ذات انوات، حدیث ذات انوات بود. امام بخاری از سینان ابن ابی سینان دو حدیث روایت کردند، حدیثی از جابر و حدیث از ابو هریره روایت کردند، مقرون ذکر کردند. در اصل مسئله همچون اعتماد به همین حدیث نکردند و این چنین به حدیث شیعی و رافضی هم اعتماد نکردند. این دلالت میکند که امام بخاری این حدیث ها را ضعیف میگفتند. بارک الله فیکم. اکنون فهمیدید؟ اما در صحیح بخاری رافضی که مشرک باشد صحابه مرتد گوید این خیلی وجود ندارد، زیرا که امام بخاری در کتاب خلق و افعال میگن که رافضی که صحابه را مشرک میگه قبر پرست است، سینه است، اینا مش کفر است، مشرک است، به اینها دختر نتید، به اینها سلام نکنید، در یک کوچه به اینها روبرو شید، کوچه را به اینها تنگ بکنید میگه. و روایت دیگر عبید الله ابن موسی ابن ابی مختار العبسی مولاهم محمد الکوفی و علما میگن که کان یتشیع. عثمان ابن ابی شیبه و ابن سعد و دیگر از علمای سلف میگن که کان یتشیع، شیعگی میکرد. قسم اول است، یعنی شیعگیش همین بود که یک عالم اهل سنت لیکن علی را از عثمان پیش میدونست. اما علما گفتن که این شیعه یعنی مبتدع. عدی ابن ثابت الانصاری الکوفی تابع المشهور. ابو حاتم میگن که وكان يغلو في التشييع على طريقه الكوفيين من القسم الثاني، یعنی از قسم دوم بود رافضی. غلات شیعه قسم ثانی، یعنی کسی که عقیدش اهل سنت و جماعت است، همه صحابه رضی الله عنهم میگن، لیکن علی را از ابوبکر پیش میداند. ششم علی بن الجعد ابن عبید الجوهری ابو الحسن البغدادي الحافظ. احمد ابن حنبل در حق صحبت کرده میگن که این شیعگی داشت. بارک الله فیکم.
اما امام بخاری از این انسان فقط به طریق شعبه روایت میکنه، حدیث های یسیر. یا که فطر ابن خلیفه المخزومی مولاهم الکوفی من صغار التابعین، این ابن معین و النسائی، امام النسائی و آخرون میگن که کان فیه تشیع قلیل، این شیعگی داشت. امام بخاری این از این آدم روایت میکنه، لیکن بار دیگر میگم حدیث این به اعتماد نمیکنن، حدیث اینا همچون شاهد ذکر میکنن. یک حدیث روایت میکنن مقرون. ببینید محمد ابن فضیل ابن غزوان الکوفی ابو عبدالرحمن الضبی گفته میشد از شیوخ احمد، یحیی ابن معین، احمد ابن حنبل، ابو زرعه و دیگر از علمای سلف گفتن فیه تشیع، یعنی موحد بود، مسلمان بود، اهل سنت بود، لیکن حضرت علی را از ابوبکر، حضرت علی را از عثمان پیش میگرفت و غیره و غیره. سعید ابن عمرو، خالد ابن مخلد القطوانی کوفی، همه این انسان هایی که الان ذکر کردیم 10 نفر به شما ذکر کردیم در صحیح بخاری و مسلم و غیره روایت شده است. همه اینها انسان هایی هستند که شیعه و یک دو سه نفری اینها رافضی گفته میشد. شیعه گفته همین گفته میشد که اینها موحد بودن، اهل سنت بودن، فقط حضرت علی را از عثمان پیش گرفتن، شیعه گفته میشد. حتی بعضی از علمای بزرگ همین اسحاق ابن راهوی رو هم را بعضی از علما گفتن که این شیعگی داشت، یعنی کمی حضرت علی را گویا که سلف خیلی سخت میگرفتن، پیش بدعت خیلی سخت میگرفتن و شیعه گفتن اینها را اهل بدعت گفتن. و بعد از این رافضه گفتن کسی رو که 100% موحد لیکن حضرت علی را از ابوبکر و عمر پیش گیرد. اما رافضه که صحابه را دشنام بکند، قبر پرستی کند، این مشرک است، از این هیچ روایتی نیست. انا فهمیدید؟ این دلالت میکند که همه روایت کننده صحیح بخاری را شما امام بخاری روایت کردند، از این میبرد که این انسان در سند صحیح بخاری هست گفته همه حدیث اینا در دیگر جا گرفتن به حق ندارید. فهمیدید گپ در کجا است؟ اخیری مقصد من چی است؟ اخیری مقصد من همین است که همون حدیث ذات انوات در صحیح بخاری نیست، در صحیح مسلم نیست، ضعیف است گفتیم، لیکن همون سنان ابن ابی سنان در دیگر روایت در صحیح بخاری است. در صحیح بخاری آمدن سنان ابن ابی سنان دلالت نمیکند که دیگر همه روایت کرده او را ما صحیح بگوییم. یا یک رافضی یا یک شیعه که در صحیح بخاری یک بار نامش آمد، این معناش این نیست که همه حدیث او روایت کرده را تو قبول میکنی، بلکه این حدیث روایت کردهش همه ضعیف است. امام بخاری این انسان ها را وقتی که در صحیح بخاری آوردن یا صحیح مسلم آوردن، امام مسلم مقصدشون صحیح گفتن این حدیث نبود، برعکس ضعیف گفتن این حدیث بود. الله اکبر. من امیدوارم که شما میفهمید. برای اینکه این علم است و علم حدیث است، انا این علم حدیث نمیشه میگن، علم رجال میگن، اما عذری به این علم رفته رستنش به حالی خیلی وقت دارد. اکنون این عذری امروز برآمده میگه که شما در صحیح بخاری در سندش رافضی هست گفتید، شما دین رو از رافضی میگیرید. این یک جهل است، این شرمندگی است. خود شما عذری ها گفتید که هر انسانی که در سند صحیح بخاری هست ما و امام قبول میکنیم، پس امام شما رافضی است، مقصد ما دیگر چیز است. بله نه، من به شما علما اثبات کردم. من حالی فقط درباره همین رافضی و شیعه صحبت کردم، نه درباره خوارج. خوارج مسئلهش دیگر است، حالی خوارج بود دیگر. خوارج هم همین خیلی است، خوارج هم وجود دارد بله، لیکن اکنون فهمیدید علم حدیث چی گفتنی گپ است. بارک الله فیکم. انا اکنون ما میرویم به مسئله سوم. مسئله سوم امروز یک شبهه که دیدم، ظاهر و خفی. مسئله ظاهر و مسئله خفی. امروز وقتی که اویس اخزاه الله، وقتی که همراه سپورت همون دوست خودش صحبت میکرد، گفت که بینشان اختلاف درباره صحیح و بگیم درباره ظاهر و خفی رفتم. خیلی نه برادر، بینشان اختلاف درباره ظاهر و خفی رفت. ما در همون روزی که بحث کردیم تسجیل وجود دارد، یک مرتبه گوش کنید. این اویسی اخزاه الله، این عذری مشرک گفت که خفی همون چیزی هست که یک آدم همین نفهمیدگی باشد، یعنی سجده کردن به غیر الله، طواف کردن به غیر الله هم اگر یک انسان نفهمد این مسئله خفی میشد گفت.
اما این فهمی غلط است، باطل است. و اگر همین خیل فهمید شما قرآن به یک اعوذ بالله به یک دستتون به یک طرف پرت افتید و قرآن بیکار میکنید. بلکه خفی و ظاهر در اساس حجت دیده می شود. در این مسئله من 10 کتاب در نظرم دارم، مطالعه کردیم الحمدلله، سلف قولش نداریم. خفی و ظاهر از کجا فهمیده می شود که یک مسئله ظاهر است و یک مسئله خفی است؟ از حجت همون مسئله. چرا ما میگیم که شرک و کفر اکبری ظاهر؟ برای که توحید این ظاهر است، برای اون که از دو جانب میفهمیم. دلیل های توحید ظاهر است، توحید در نفهمیدن ناممکن است. توحید اینقدر آشکار است و اینقدر واضح است که کسی که مخالف توحید برایت از این میبرد که یک چیزی ظاهر به آشکار و واضح مخالف برآمد. یک جانب دیگر و دلیل های شرک اکبر ظاهر و کفر اکبر ظاهر باطل بودنش هم ظاهر است. حجت که میفهمیم، یعنی اولا میثاق دلالت میکند، ثانیا فطرت دلالت میکند، ثالثا عقل دلالت میکند، رابعا قرآن دلالت میکند، خامسا پنجمین سنت دلالت میکند، ششمن اجماع دلالت میکند، هفتم این همین خلق کرده های الله از زمین و آسمان. همه این دلیل است که الله یکتا هست و تنها است و فقط خودش عبادت میشود. و همه این 7 نمود دلیل است که کسی که رفته سنگ میپرستد، درخت میپرستد، همین کارش باطل است در اساس همین زمین و آسمان دیدن، در اساس فطرت، در اساس عقلش، در اساس عقلی که الله به او داد، در اساس میثاق، در اساس پیامبر اومدنشون و غیر و غیر. یعنی همون مسئله که دلیلش قوی هست از چند جانب، این ظاهر گفته می شود از نظر دلیل. و اما همون مسئله که دلیلش ظاهر نیست، دلیلی و همه فهمیده نمیتواند، این خفی گفته می شود. مسئله توحید ما به 7 نمود میفهمیم، یگان جای نفهمیدن نه، همه چیز همه میفهمد. مسئله شرک اکبر و کفر اکبر، سنگ برافته سجده کردن، قبر پرستی کردن، طواف کردن و از قبر طلب کردن، عقل دلالت میکند که این باطل است، فطرت دلالت میکند و به این همین زمین و آسمان نظر کردن دلالت میکند. قرآن و سنت پر از این چیز است، ظاهر است، ظاهر قرآن با مدگه است. ان اعبد الله، الله میگه یگانه الله عبادت کن، 100 بار گفته است. تو میری غیر الله عبادت میکنی، با این ظاهر دست میگه نه. از این میبرد که توحید هم ظاهر است، شرک کفر که کردی به ظاهر واقع شدی، شرک کفر ظاهر است. زیرا که الله آشکار واضح گفت که کسی که شرک میکند مشرک است، کسی که غیر الله عبادت میکند مشرک است. ان اعبدونی گفت، من فقط عبادت کنید، لا تعبدوا الشیطان گفت، شیطان عبادت نکنید. و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد گفت، مسجد از آن الله از غیر از الله هیچ کس عبادت نکنید گفت. این خلوت ها یک تنه صدقات، این ظاهر است. همین سوره قل هو الله ده الله حجت کرد به همه آدم ها که یک آدمی که حال مسلمان نشده باشد هم همین نوع مسلمان شد قل هو الله از یاد کرده میفهمد که معناش قل هو الله احد است، الله الصمد است، همین خودش کافی است. انا این دلالت میکند که ظاهر است توحید. کسی که مخالف توحید است ظاهر شرک اکبر کرده است و کفر اکبر کرده است. اما خفی چیست؟ خفی همون مسئله های هست که مسئله نازک، مسئله دقیق، مسئله که در قرآن ظاهر محکم بگوییم، از نظر از نظر اهل سنت محکم ذکر شده باشد، هم از نظر بعض اهل بدعت در بعض حالت ها، یا که بعضی از علمای اهل سنت هم محکمیش به، یا که ظاهر به مانند مسئله اصل دین ذکر نشده است، به وی عقل دلالت نمیکند. به مسئله خفی عقل دلالت 100% نمیکند. فطرت یک باره 100% یا که زمین و آسمان اگرچه دلالت کند هم دلالتش کم است. و این مسئله دقیق و نازک علم میخواهد، مسئله دقیق و نازک علم میخواهد. و این مسئله اصل دین نیست، مسئله فروع است و جزئی هست. و من در همین مسئله سخنی ابن تیمیه رحمه الله را به شما در همون بحثی که به این اویس اخزاه الله مشرک کردیم به شما چی کردم؟ قرائت کردم. سخنی ابن تیمیه را که ابن تیمیه رحمه الله میگویند که مردی که خودش را سوزان گفت این در اصل دین شک نکرد،
در قدرت کاملا 100% به قدرت الله ضدیت نکرد، قدرت الله 100% انکار نکرد، بلکه این قدرت الله به ایمان داشت، زیرا که گفت که من الله عذاب میدهد، یعنی عذاب به ایمان داشت. عذاب دادن الله این قدرت الله است. اما یک جز از قدرت به یک جای نازکیش به یک جایی که جای علم میخواهد، همین جبه کمتر علمش نرسید، کمال قدرت به علمش نرسید. بله اینجا جهل عذر است. بله اینجا ما میگیم که عذر است. برای چی؟ برای که این مسئله خفی است و خود اویسی اخزاه الله عازری مشرک هم در همون بحث اقرار کرده است که این مسئله شرک اکبر خفی گفته است و خودش گفته است که خفی است. بله خفی است. شرک اکبر خفی بگویی، کفر خفی بگویی، باکی نداره، خفی است. لیکن خفی است و نیست، خفی است. ابن تیمیه میگه که همون انسان اصلا کفر انجام نداد، میگه این موحد وفات کرد، لیکن همون کاری که کرد یک کبیره از کبایر بود، یک کاری بزرگی مخالفت به شریعت گناه بود و این عملش از مسائل خفی بود. میگه برای چی؟ برای اینکه دلیل رسیدن و فهمیدن این مسئله چه نازک است. بمانند انتخابات، ما انتخابات میگیم که انتخابات در قرآن اومده است که الله گفته باشد که به انتخابات نروید، انتخابات رفتن شرک است. در قرآن هست یا نیست؟ پیامبر گفتن نه. انتخابات کلمه کی پیدا شد؟ 50 سال پیش، 50 سال 70 سال پیش پیدا شد، یعنی 40 50 سال پیش پیدا شد با علم اسلام. مناط انتخابات در خود انتخابات یعنی اتخاذ گرفتن طاغوت سر خود یک رب گرفتن است که آیتش حجتش سوره توبه 31 و غیره. از دیگر مناط تکفیر میشد. برای این بعضی از علما گفتن که کسی که معنای انتخابات رو خطا فهمد عذر است، اما کسی که معنای شرک سجده کردن خطا فهمد این عذر نیست. برای اینکه شرک اینجا چیست؟ معنای شرک خطا فهمیده رود هم شرک ناز گفته رود هم در همه حالت مشرک است، اما معنای انتخابات دیگر چیز فکر کرده رود اینجا گفتن عذر است. برای اینکه چیزی نو پیدا شد خفی است، در قرآن ظاهر ذکر نشد. یعنی یک چیزی که در قرآن ظاهر ذکر شد و یک چیزی که در قرآن ظاهر ذکر نشد، یک چیزی که واضحیتش معلوم است، یک چیزی که واضحیتش معلوم نیست، از همدیگر فرق دارد، از نظر حکم از همدیگر فرق دارد. فهمیدید؟ ظاهر خفی همین خیلی گفته میشد. مسئله چهارمی که ما باید صحبت بکنیم عام و خاص و معین. عام و معین. وقتی که به من هم صحبت میکرد یک چند بار تکرار کرد این اویسی جاهل که همه دلیل هایی که شما میآورید این دلالت به عموم میکند و به همین سپورت هم این سخن یک چند بار گفت که سوره مؤمنون آیت 117 را آورد که الله سبحانه و تعالی میگه و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما يحسب عند ربه انه لا يفلح الكافرون. الله گفته شده است که هر کسی که شرک کند الله او را کافر میگد و او را نجات نمیده میگه. و یک چند آیات دیگر است که ما دیروز بیان کردیم که الله سبحانه و تعالی مثلا هر کسی که شرک کنه مشرک است میگه. اویس اخزاه الله میگه که این عذری خوارج از یک جانب عذری جهمی مطلقی میگوید که این آیت عموم است میگه. ما درباره عین صحبت میکنیم میگه. ما سوال میکنیم که تو به همین گفته یک سخن سلف بیار که سلف درباره تکفیر الله کرده گفته باشند که این عموم است و ما اینا عین به قبول نمیکنیم، یک یا فرق گذاشته باشند بین آیتی که الله عموم تکفیر کرد و یک آدم معین. مرحمت سخن سلف بیار. دیروز هم سخن گفت تا امروز اصلا یگان حجت نمیارد. فقط میگوید که این آیت عموم است. ما حجت نکنون بر علیه عذری ها میاریم که سلف صالح رحمه الله منهجشون همین منهج صحابگان تابعین و تبع تابعین همشون همین بود که وقتی که یک مسئله شرک اکبر کفر اکبر میگفتن که فلان جماعت همیش کافر است، این هم عموم بود هم عین بود، یگان مراتبه فرق نگذاشتن که مردم ما عموم مشرک میگیم لیکن عین به حکم نمیکنیم. در کفر اکبر شرک اکبر این خیلی فرق نگذاشتن. این فرق بدعتی است. این فرق علمی جهمی ها ساخته است. این فرق یگان نفر روایت کرده نمیتواند. مثلا من دلیل میبرم. در زمان ابوبکر صدیق رضی الله عنه هزاران نفر بریده واقع شدند و قسمی از اونها گفتند که ما زکات نمیدیم. موحد بود لیکن فقط هم زکات نمیدیم گفت. ابوبکر صدیق گفتند که عموم شما کافرید گفتند. همه شما کافرید گفتند. و بعد از این جنگ شر شد و عینش تکفیر کرده کشتند. و بعد از اینکه جنگ به پایان رسید گفتند که توبه کردیم، گفتند اینها شکست خوردن کافر، گفتند که نه توبه شما هم وقت قبول میشد که شما همون مردهات رو تکفیر کردین. عذری است توبه شما قبول نشد، عذری باشد شما مشرک نیستید.
چرا ابوبکر صدیق اینجا عموم کتی عین جدا نکردن؟ بعد از این در زمان ابوبکر صدیق تمام کبار صحابه وجود دارند. مسیلمه کذاب برآمد و گفت که من بعد از پیامبرم. مسیلمه کذاب این سخنه از پیش خود نگفت. مسیلمه کذاب به هزارها نفر قوم خودش، یکی از بنی حنیف، یکی از بنی تمیم حنیف میگن، یکی از قبیله بزرگترین از مدینه دور، گفت که من به نزد پیامبر، مسیلمه کذاب گفت که من به نزد پیامبر رفتم، گفت اسلام آوردم، گفت پیامبر کتی هر دو همین خیلی اتفاق کردیم که بعد از وفات پیامبر من پیامبر میشم و پیامبر همین جایز گفتند و پیامبر گفتند که بعد از وفات من تو پیامبر میشوی گفتند. مسیلمه کذاب هم نگفت. از همه بزرگان همین قوم، یعنی در همین قوم مسیلمه کذاب آدم‌های بود که 5-6 نفر آدم‌های راستگو بود، دیگر مردم عامه همین آدم‌ها رو باور می‌کردند. همین 4-5 نفر خستند از جایشون، گفتند که بله، گفتند ما شاهد بودیم، گفتند ما همراه مسیلمه بودیم، ما شاهدی میدیم که پیامبر گفتند که بعد از وفات من مسیلمه پیامبر است، گفتند. سبحان الله. 5 آدمی که مردم به اینها باور میکرد خستند و مسیلمه طرفداری کردند و سخن مسیلمه حق گفتند. چرا مسیلمه کذاب میگیم؟ برای که مسیلمه دروغ گفته شده است. لیکن مسیلمه خودش فقط تنها نبود، مسیلمه برای مردم فریب دادن 5 نفری دیگر از همه آدمای بزرگ تشکیل کرد، سردارای قوم، پیشواها خستند و طرفداری کی کردند؟ مسیلمه کردند. هزارها مردم اگر مسیلمه به باور نکنند هم بعد از این که این 5 نفر پیشواهایشون خست و گفت که این سخن مسیلمه حق است، ما هم شنیدیم، گفت هزارها مردم باور کردند. کمپیرها، بابایک‌ها، کسایی که خونده نمیتوانند، اصلا 1400 سال پیش خونده نمیتوانند، نوشته نمیتوانند، تلفن نیست، اینترنت نیست، که حضرت ابوبکر رضی الله عنه زنگ زدند گفتند که ابوبکر آیا همین گپ درست است؟ گفتند با نیست، این خیلی چیز نیست. تو نزد ابوبکر عمر اومده رفته نه، 1 ماه یا نیم ماه میگذرد، هفته ها میگذرد. مردم باور کرد، مردم زن و کمپیر و بچه و یوش و جوان همه باور کردند. ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی، همه کبار صحابه گفتند که مسیلمه کذاب و همون قومی که در همونجا هست تو بعد از این سخن مسیلمه کذاب از همونجا بیرون نشد و فرار نکرد، همش مشرک است. عموم مشرک است و عین کتی هم مشرک است. به این معنا که خستند و رفتند و به جنگ شروع کردند، نگفتند که نه شما مسلمان آدمای جاهل فقط 4 نفر مشرک است، نه همش مشرک بودند و زن و فرزندش کنیز گرفتند. اما کسایی که بعد از این حادثه از اون منطقه فرار کرده بود بیریم به ابوبکر صدیق گفتند که بله اینها از کفر که فرار کرد، بله اینها مسلمان است. اما کسی که در همینجا است با ما نجنگ کرد هم مشرک است، در همینجا هم تو ایستاد مشرک است. فرق گذاشتن در معنای آیات ها و احادیث و گفتن آیات ها که این تکفیر عموم است، تکفیر عین دیگر است، این تقول علی الله بغیر علم است، به الله یک دروغ سخن کردن است، از نام الله دروغ سخن کردن است، به الله یک چیزی نگفته الله نسبت دادن است، از نام الله دروغ گفتن است و خودت شریعت سازنده کردن است و با همین طریق یک شریعت نو ساختن است. دروغ است. تو اگر مرد باشی، ای عذری کدامت نباشی، بیار که 1 نفر از سلف صالح گفته باشند که این آیت عام است، تکفیر معین ما نمیکنیم گفته باشند. نه، سلف صالح گفتند من قال کلام الله مخلوق فهو کافر، هر کسی که کلام الله مخلوق گوید کافر است. در مصر به نزد امام شافعی 1 نفر آوردن گفتند که این کلام الله مخلوق میگه، امام شافعی میگن که کفرت یا عدو الله، کافر شدی، تو کافر هستی، دشمن الله گفتند. امام احمد ابن حنبل تکفیر کردن، مأمون و غیره رو. ما در این باره رساله نوشتیم، مطالعه کنید. تکفیر امام احمد مأمون رو، تحقیق تکفیر امام احمد مأمون رو گفته، سال 2019 و 20 بوده، یک رساله رو نوشته بودیم، همه سخنهای علما آوردیم اینجا با سندش به کتابش که سلف صالح گفتن که هر کسی که کلام الله مخلوق کافر است و یک آدم معین پیش اومد میگفتن کافری. و سلف صالح گفتن که ای عذری ها، انا که شما به هر کسی که کلام الله مخلوق گفته رو کافر نگوید، جاهل باشد، مبتدع است، اگر دیده و دانسته عالم باشد و کلام الله مخلوق گفته رو کافر نگوید، کافر است. یعنی عذری هم کافر است گفتن. از نظر این جهمی ها پس همه سلف صالح خوارج شد. اکنون این 4 شبهات به ان شاء الله امیدوارم که جواب رو گرفتید.
هم از نظر حدیث، هم از نظر سند، هم از نظر کتاب صحیح بخاری و مسلم و هم از نظر انا این عین و غیره و غیره. انا این سخن ما واضح است، انا این منهج ما هست و همین سخن ما از اول بود تا آخر. هر خیلی سخن میکنه لیکن همین سخن همون دلیل ها گوناگون باشد هم همین یک منهج است و یگان مراتب ندیدیم که عذری بیاید با منهج، با علم، با آداب نگریخته قطعی ما صحبت کند. چرا عذری یگان مراتب همراه ما طاقت کرده 5 دقیقه تو 5 دقیقه من یا 3 دقیقه تو 3 دقیقه من تا آخر نمی رود؟ چرا عذری وقتی که من به نزد اونها میروم غلاغله میکند، مرا دشنام میکند، حقارت میکند، برای اینکه وای میداند که بعد از 20 دقیقه یا 30 دقیقه اگر وقت که تو صحبت کنیم 3 دقیقه 3 دقیقه بعد از 30 دقیقه یعنی بعد از 35 دقیقه و دیگر باید فرار کند و دیگر علاج ندارد، نه به سوال جواب میدهد نه حجت میارد، برای اینکه علم ندارد و میفهمد که علم ندارد و مرا دشنام میکرد، فرار میکرد. اما ویسی بیچاره خطا کرده موند، وای ما را نشناخته فکر کرد که یگان آدم عادی هستیم، برآمد و وقت که صحبت کرد ما 2 ساعت به گریخت رفت، این طرف زد نشد گریخت، میگریزین. برای همین میگم که ای عذری که بزرگسال هستی، کوچک هستی، کسی نباشی، علم داشته باشی، طالب علم باشی، بیا به گروه ما به عدل و به انصاف 5 دقیقه تو 5 دقیقه من اول موضوع انتخاب میکنیم، جای اتفاق بیرون میکنیم، جای اختلاف بیان میکنیم، نام این تحریر محل نظام میگم، بعد از این بحث میکنیم. کنی میبینیم که تو کجا میروی، کنی میبینیم که چی حجت داری، کنی میبینیم که دعوا از سلف میزنی یکی این دعوا دروغ است. به مانند همین کسانی هستی که یزعمون انهم امنوا بما انزل الیک، دعوا میکنند که اینها ایمان آوردند اما در اصل این دعواشون باطل است، دروغ میگن. سلف میگن، سلف نامشون نمیشنوید. امروز میشنم که وایس اخزاه الله میگه که امام شافعی رحمه الله گفتند که جهل عذر نیست، والله این سخنشون گفتند میگه. و امام شافعی گجاده گفتند کنی نام کتاب، کنی صفحه کتاب، بجای نام کتاب، بجای صفحه، بجای مصدر آوردن والله میگه. اینها یک سخن میگوید نه نام کتاب، نه صفحه، نه مصدر، هیچی نمیگوید، جاش به والله میگه. همین والله گوید من قبول کنم میگه. اینجا مسئله موضوع علمی است. خیلی صحبتمون طولانی شد لیکن مسئله علمی هست. من خوش میکنم که برادرها گشته و برگشته یک چند بار همین سخن‌های گوش کنین، همین سخنی که همین روز گفتیم. شما درباره علم حدیث هم خیلی بقاد میشین، در یک جانب علم رجالی که در صحیح بخاری و مسلم است، بعضی قول‌های علمایی که است، خیلی این مسئله خیلی مفید است. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. این بود که این موضوع انا به پایان رسید.